با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمندم، خانم ها و آقایان. امشب 4مین جلسه‌ایه که در خدمت دوستان هستم. یک جلسه به طور مقدماتی بحثی درباره نسبت دین و دولت داشتیم و 2 جلسه هم درباره ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌های سکولاریسم در ایران بحث کردیم. موضوع جدای دین از سیاست و این آتشی که به نام دین در سیاست درست شده، حتی بسیاری از روشنفکرهای دینی رو از ترس دولت و از ترس حکومت سکولاریسم رو به جدای دین از دولت تعریف کردن. خب توضیحات من متاسفانه دیده نمیشه و الا این حرفا رو نمی زدن. حالا قبل از ورود به بحث لایسیته لازمه تا از بعضی از مفاهیم و مسائل ابهام زدایی کنیم. ابهام اول اینه که جدای دین از دولت یا به عبارتی جدایی بنیاد دینی از بنیاد دولت، همونطور که تو جلسه قبل توضیح دادم، نه تنها هیچ ارتباطی با سکولاریسم نداره، بلکه کشورهایی که روند سکولاریزاسیون توی اونها شکل گرفته، از جمله کشورهایی مثل انگلستان، ایتالیا و آلمان، از همون ابتدا نوعی همکاری بین بنیاد دینی با بنیاد دولت صورت گرفته و صورت میگیره. ابهام دوم اینه که جدایی بنیاد دینی از بنیاد دولت امریه که به لایسیته مربوط میشه، نه به سکولاریسم. کشورهایی مثل فرانسه و ترکیه که از همون ابتدا از جدایی این 2 بنیاد شروع کردن، حالا به نوعی همکاری رسیدن. یک مقاله خیلی مفصلی هم مرحوم بنی صدر درباره لایسیته نوشته و من خواهشم اینه که این مقاله رو حتما توی گوگل سرچ کنید و بخونید. حالا اگه من پیدا بکنم تو همین فضا خدمت دوستان ارائه میدم. توجه کنید، بیشترین نزاع بین لایک ها و کلیسا از مدرسه شروع شد. حالا من این جملات رو دقیقاً از همون مقاله لایسیته مرحوم بنی صدر نقل میکنم که میگه در سال 1951 اکثریت مجلس قانونی رو به تصویب رسوند که بنابر اون قانون دانش آموزان مدارس خصوصی مثل دانش آموزان مدارس عمومی کمک تحصیلی دریافت میکردن. این کمک به طور مستقیم به خانواده‌های اونها پرداخت میشد و مهمتر از اون این که در سال 1992 جاک لانگ وزیر آموزش پرورش با اسقف کلوپه دبیر کل آموزش کاتولیک پروتکلی امضا کردند که بنابر اون پروتکل آموزش پرورش کاتولیک جزئی از آموزش پرورش دولتی محسوب می شد. این اقدام نه یک تحول که یک انقلاب به شمار می اومد، چرا که یک حضور ساده امر مذهبی در قلمرو عمومی خلاف لایسیته شمرده می شد و حالا آموزش پرورش کاتولیک جزئی از آموزش پرورش دولتی محسوب می شد. این ابتکار هم از جریان چپ بود و در مقایسه با اون تعریف از لایسیته که راهنمای تدوین قانون 1905 بود، پیشرفتی عظیم به شمار می اومد. و این جمله آخرم باز از قولشون نقل می کنم و میرم سراغ ابهام زدایی از مسائل دیگه. از قول رژیس دبره در وصف این دوران میگه فرانسه از لایسیته بیکفایت به لایسیته هوشمند گذر کرد و توی ترکیه کار به جایی میرسه که برای سالهای مدید ما شاهد هستیم که دولت اسلامی تشکیل میشه. ابهام سوم اینه که سکولاریزاسیون یک فراینده، اما سکولاریسم یک اعتقاده. بنابراین اگر فرض بگیریم که سکولاریزاسیون چیزیه که به جدایی دین از دولت مربوط میشه، سکولاریسم خود این حکم
یا خود این فرایند نیست، بلکه اعتقاد به این فراینده. به سخن دیگه سکولاریزاسیون یک فراینده که بنا به ضرورتها و الزامات یک جامعه پدید میاد. اما سکولاریسم یک اعتقاد، یک باوره که خیلی به ضرورتها و الزامات یک جامعه اهمیت نمیده و اگر با سکولاریست ها مواجه بشیم که اساساً هیچ اهمیتی به این ضرورتها و الزامات نمیدن، دیگه با یه ایدئولوژی بنیادگرا هم روبرو هستیم. ابهام چهارم اینه که سیاست خواه در تعریف سازمان قدرت مساوی با دولت و خواه در تعریف کنش مسئولیتمندی انسان در برابر رویدادهایی که به حیات اجتماعی او مربوط میشه، عمومی ترین حوزه اجتماعی است. سیاست سپهر عمومیه که بر فراز تمام حوزه های انسانی کشیده شده. هیچ حوزه ای نیست که بیرون از سپهر سیاست زندگی مستقل داشته باشه. هر حوزه ای، خواه فرهنگی، خواه علمی، خواه اقتصادی، در زیر آسمان سیاست فعالیت میکنه. روحانی ترین و عرفانی ترین حوزه های انسانی اونها هم در سپهر سیاست تنفس میکنند. کافیست به برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و یا کنش‌های سیاسی سیاست‌ورزان تا روشنفکران توجه کنیم. همه در مناسبات زندگی تأثیر میذارن. بنابراین این سخن هجویه وقتی که سیاست از راه برنامه‌ریزی دولت‌ها و از راه رسانه‌ها و از راه کنش‌های سیاسی سیاست‌ورزان تا روشنفکران تا جنبش‌های دانشجویی تا جنبش زنان تا جنبش‌های صنفی بر آداب و عادات دینداران اثر میذاره، از اونا بخوایم که هیچ اثری بر سیاست نذارند. خاصه این که میدونیم مهمترین پیام دینداران دعوت به راستی و درستیه. اگر دین به اون پیام واقعی خودش برگرده و مهمترین پیام سازمان‌های قدرت گریز از راستی و درستیه. بنابراین نه پیوند دین با دولت یا حکومت، بلکه پیوند دین با سیاست میتونه مهمترین ضامن بست دموکراسی و تأمین حقوق انسان باشه. این رو توی جلسه اول هم گفتم، حالا از باب یادآوریه که دوباره تکرار میکنم. بخصوص این که به خوبی آگاه هستیم که پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر توی اروپا جز با همراه شدن کلیسا اصلا امکان پذیر نبود. یعنی تا زمانی که کلیسا جریان دموکراسی و حقوق بشر رو تایید نکرد، دموکراسی و حقوق بشر نتونست در اروپا و در جهان دموکراسی و در غرب به یک پارادایم عمومی تبدیل بشه. این رو هم اضافه کنم دوستان، بنا به تعریف سیاست دین رو نمیتونیم امر خصوصی و فردی تلقی کنیم و بنا به تعریف اسلام خصوصی کردن و فردی کردن دین جز با برداشتن صفت اسلامیت ممکن نیست. مثل این میمونه که بگیم شما در ذهن مسلمان باشید اما در عرصه عمل دست از اسلام بکشید. لایسیته هم چنین اجازه ای رو به کسی نداده. این حقیقتیه که خود آقای شیدان وثیق هم توی کتاب لایسیته به عنوان یک فرد معتقد به لایسیته و ماتریالیسم به اون اشاره میکنه و میگه لایسیته جدایی دین از سیاست نیست و نمیخواهد دین را به امر فردی تبدیل کنه. در اینجا همواره اشتباه بزرگی رخ میده، از آن رو که در لایسیته دین از حوزه عمومی یعنی دولت و نهادهای عمومی به حوزه خصوصی انتقال پیدا میکنه. عده‌ای چنین نتیجه میگیرن که پس دین تنها یک امر خصوصی و یا فردیه
و نباید در سیاست دخالت بکنه. این صحبت‌های آقای شیدان وثیقه. پنجمین ابهام اینه که تفاوت دو واژه استیت و گاورمنت رو که توی جلسات قبل شرح دادم مجدداً به خاطر این بحث ناگزیریم که توضیح دوباره بدیم، چون جای اون بحث اینجاست. به این معنا که وقتی که لایسیته میگه جدای دین از دولت، حالا باید ببینیم یعنی چی جدای دین از دولت. همونطور که قبلا گفتم در ایران دو واژه دولت و حکومت غلط ترجمه شده، به عبارتی وارونه ترجمه شده. ما باید به دولت بگیم حکومت و به حکومت بگیم دولت. روشن بخوایم صحبت بکنیم باید بگیم که حکومت آقای رئیسی، حکومت آقای خاتمی، حکومت آقای روحانی یا احمدی نژاد و یا حکومت جو بایدن توی آمریکا. چون حکومت معادل گاورمنته، یعنی حکمرانی کردن. حاکم یا گاورنر کیه؟ توی ایران دولت رئیسی گاورنره، حاکمه. اما دولت ترجمه استیته، یعنی ساختار سیاسی، یعنی قانون اساسی. مثلا بهتره بگیم دولت جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی غلطه. حکومت فقط با گاورمنت که شامل قوه مجریه است تعریف میشه. حالا لایسیته وقتی که میگه جدایی دین از دولت، یعنی جدایی دین از ساختار سیاسی، از تأسیسات سیاسی، از قانون اساسی. حالا جلوتر توضیح میدم که فقط جدای دین از دولت نیست، بلکه جدایی ساختار سیاسی از هر آیین و مرامیه. به تعبیر من یک ساختار سیاسی خنثی. حالا نکته و ابهام اینجاست، وقتی که میگیم جدای دین از دولت، آیا دولت میتونه در حکومت یا قوه مجریه حضور پیدا کنه؟ یا وقتی میگیم جدایی دولت از هر آیینی، آیا آیین‌های دیگه یا احزابی که هر کدومشون دارای یک آیین هستن، مثلا احزاب سوسیالیست یا احزاب لیبرال یا احزاب محافظه‌کار، اینها میتونن در حکومت یا قوه مجریه حضور داشته باشن و به قول معروف حکومت تشکیل بدن؟ یا به تعبیری که توی ایران جای دولت و حکومت وارونه استفاده میشه، میتونن دولت تشکیل بدن با حضور احزاب و مردم مختلف در حکومت لایسیته؟ تقریبا هیچ کس تردیدی نکرده، چون لایکترین دولت جهان که دولت فرانسه باشه، حکومت اون یا به تعبیر ما دولت اون همواره یا دست لیبرال ها بوده و یا دست سوسیالیست ها یا دست یک جریان میانه رو، مثل الان مکرون که تقریبا خودش رو میانه رو میدونه. اما ساختار سیاسی و حقوقی و قانون اساسی دولت فرانسه بی‌طرفه. به چه معنا؟ به این معنا که هر حزبی یا هر مرامی میتونه بیاد توی قوه مجریه و حکومت تشکیل بده و به اصطلاح ما دولت رو به دست بگیره. حالا از اینجا به بعد من به جای حکومت میگم قوه مجریه، چون واقعا وقتی در ادبیات سیاسی به یک واژه عادت میکنیم خیلی سخته که ذهن خودمون رو از اون عادت و یا از اون ترجمه آزاد کنیم. درباره جدای دین از قوه مجریه توجه کنید، دارم میگم از قوه مجریه، نه از دولت یا ساختار سیاسی. نظریه‌های مختلفی وجود داره. اینکه دولت یا ساختار سیاسی و حقوقی از دین جداست بدون برو برگرد معنای اصیل لایسیته است. اما اینکه دین از قوه مجریه جدا باشه معلوم نیست معنای اصیل لایسیته باشه. این بستگی به این داره که لایسیته رو چی معنا میکنیم. الان توی ترکیه
دولت اون دولت لایسیته است. بعضیا که معذرت میخوام دانش سیاسی درستی ندارن میگن اگر دولت ترکیه لایسیته است پس اسلامگراها و اردوغان در قوه مجریه و در اونجا چه کار میکنن؟ توجه کنید، حضور اردوغان و اسلامگراها در دولت نیست، در ساختار سیاسی نیست، در قوه مجریه است. دولت ترکیه دولت لایکه. دولت لایک ترکیه میگه ما هر 4 سال یک بار انتخابات برگزار میکنیم. هر کس و هر حزب و مرامی میتونه بیاد در انتخابات شرکت کنه و بیاد قوه مجریه رو به دست بگیره. مردم اگر پسندیدن خب دور بعد هم میاد، اگر نپسندیدن بهش میگن تو رو به خیر ما رو به سلامت. این معنای لایسیته است. برای اینکه بفهمیم دقیقاً معنای لایسیته چیه و نسبت اون با دولت چیه کافیه نظام جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم و یا نظام‌های سوسیالیستی سابق بلوک شرق. خب در اونجا سوسیالیسم و یا کمونیسم یک عبا ردایی بود که تنها به تن کسایی برازنده بود که کمونیست باشند. ساختار سیاسی و حقوقی اینجوری تعریف شده بود. عین ایران که ساختار سیاسی و حقوقی دینی تعریف شده و دین یک عبا و ردای خاصیه که تنها توی تن یک عده‌ای میاد و برازنده تن یک عده‌ایه. بقیه جامعه سایز این عبا و ردا نیستن. حالا تازه اگه بخوایم دقیق تر بگیم این عبا و ردا اینقدر تنگ و جمع جور و بسته و سربسته است که توی تن تقریبا مسلمون ها هم جا نمیشه. باید هم مسلمون باشه، هم شیعه باشه، هم شیعه اثناعشری باشه. اینها تنها کافی نیست، باید ولایی هم باشه و طرفدار سرسخت نظام هم باشه و تازه اینها هم کافی نیست، چون خیلی از اصلاح طلبها همه این ویژگی ها رو دارن اما اونها هم از گردونه ورود به دستگاه سیاسی و ورود به حکومت حذف میشن، چون هم ساختار سیاسی و حقوقی اینجور تعریف شده و هم سرسخت‌تر از ساختار حقوقی ساختار حقیقیه. یعنی چی؟ ساختار حقیقی یعنی تفسیریه که حکمرانا از ساختار حقوقی دارن، یعنی نظام حقوقی در عمل. توی قانون اساسی خیلی ها میتونن وارد کارزار انتخابات بشن، دست کم مسلمون ها، اما در عمل 2 نفر نشستن اون بالا و تشخیص میدن از بین مسلمون ها کی واجد شرایط و وارد قدرت سیاسی بشه. این رو بهش میگن ساختار حقیقی. یا مثلا در قانون اساسی اختیارات ولی فقیه در ماده 110 احصا شده، اما در عمل میگن اینها کف اختیارات ولایت فقیه. دولت لایسیته دولتی به قامت همه افراد کشور، البته با حفظ یک رشته شرایط تخصصی یعنی صلاحیت هایی باشه که میتونه در هر فردی با هر مرامی باشه. ساختار سیاسی و حقوقی توی دولت لایسیته خنثی‌ست، اما قوه مجریه و حتی مجالس نمایندگی خنثی نیستند. هر کس با هر مرامی میتونه در اون وارد بشه. حتی اسلامگراها میتونن بیان حکومت تشکیل بدن. اگه موفق شدن خب دور بعد هم لابد مردم به اونها رأی میدن و اگر موفق نشدن میرن پی کار خودشون و ممکنه دور بعد حکومت به دست بیدین ها بیفته. اما اگه بخواید نظر شخصی منو بپرسید، من ترجیحم اینه که به دلیل اینکه دولت در هر حال ریزش هم بکنیم ساختار قدرته و قدرت مقتضیات خودش رو داره، ترجیح من اینه که حتی دینداران در یک دولت لایسیته و نظام لایسیته وارد حکومت هم نشن، یعنی مطلقاً خود رو از قدرت سیاسی به دور نگه دارند. مفهوم لایسیته در یک دوره تاریخی دچار دگردیسی و یا دگرگونی شده،
الان معنای لایسیته همین نیست که دست ما رسیده. این سیر تحول و تکوین حتی به دور یونان هم باز میگرده. اما از اون ایام که این واژه به مثابه یک قرارداد حقوقی و یا یک نظامنامه سیاسی به رسمیت شناخته شد تا حالا قریب به 130 سال میگذره. لایسیته در طول این 130 سال معانی مختلفی به خودش گرفته. از بین این معانی میتونیم به اشکال مختلفی از لایسیته یاد بکنیم. یک معنی اون لایسیته جداییه و یک معنی اون لایسیته بی‌تفاوتیه. حالا بین این دو معنی لایسیته های مختلف دیگه هم وجود داره. از جمله میتونیم به لایسیته ستیزجو یا لایسیته همکاری و لایسیته باز و لایسیته آرام تا لایسیته هوشمند همه در فاصله بین دو لایسیته جدایی و لایسیته بی‌تفاوتی قرار میگیرن. تعریف دیگه ای از لایسیته وجود داره که گزارشگر حقوق انسان و بیان آزادیه. این تعریف در سال 1951 توسط دو استاد تاریخ و فلسفه دانشگاه به نامهای آندره لتریه و جوزف ویالاتو ارائه شده. بنا به این تعریف لایسیته بیان حقوقی آزادی عمل به باوره، یعنی هر کس در عمل به باورهای خودش آزاده. در این تعریف لایسیته یک نظام حقوقیه، یک بیان حقوقی که در اون امکان آزادی افراد جامعه صرف نظر از نوع دین و آیین فراهم میشه. این معانی هستن که در متون مختلف وجود دارن، اما معنای دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه که این دوست شما در اینجا میخواد با شما مطرح کنه. حالا ممکنه بگید این تعریف من درآوردیه، اما اگر یه مقدار حوصله به خرج بدیم خواهید یافت که تعریف این دوست شما نه تنها بیراه نیست، بلکه یکی از تعابیری است که اولا برآمده از ریشه تاریخی این واژه است و ثانیاً میتونه متضمن یک دموکراسی واقعی بشه. در لایسیته جدایی بنیاد حکومت یعنی گاورمنت نه استیت از بنیاد دین تفکیک میشه، اما در لایسیته بی‌تفاوت بنیاد حکومت نسبت به دین بی‌تفاوته. جدایی یک معنای سلبی و منفی نسبت به رابطه حکومت و دین افاده میکنه، اما در مفهوم بی‌طرفی نوعی دفاع از آزادی و برابری انسان در مناسبات سیاسی استنباط میشه. از نظر من لایسیته جدایی لایسیته تبعیضه و طرفدارای این لایسیته اغلب با انگیزه های دین ستیزی از چنین لایسیته دفاع میکردن. اصل اول و دوم لایسیته در قانون 1905 فرانسه مبنی بر تضمین آزادی و تضمین آزادی پیروان و ادیان با استعانت از پرهیز از هر نوع کمک به ادیان مختلف ناظر به چنین لایسیته‌ایه. در طرحی که توی سال 1946 برای قانون اساسی فرانسه ارائه شد و در رفراندوم رد شد، به صراحت از لایسیته بی‌طرف یاد شده. برابر با ماده 13 این طرح آزادی وجدان از طریق بی‌طرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و ادیان تضمین میشه. توجه کنید، گفته بی‌طرفی نسبت به همه ادیان و همه اعتقادات. این آزادی به ویژه با جدایی کلیسا و دولت و با لایق شدن اولیاء امور
و آموزش عمومی تضمین میشه. همینطور گزارش گی آرشه از قول موریس باربیه می نویسه لایسیته مبتنی بر جدایی رفته رفته جای خودشو به لایسیته مبتنی بر بی‌تفاوتی یا بی‌طرف میده. با این وجود چنین به نظر میرسه که لایسیته جدایی بر لایسیته بی‌تفاوتی تقدم پیدا کرده. اما توی گزارشی که گی آرشه توی کتاب خودش درباره لایسیته ارائه میده نشون میده که انگیزه واقعی بخشی از بنیانگذاران لایسیته بی‌تفاوتی بوده، نه لایسیته جدایی. به این عبارت از گی آرشه که خدمت شما نقل میکنن توجه کنید. میگه در واقع در فرانسه کلیسای کاتولیک و همچنین مذاهب اقلیت دریافتن که میتونن از باز تفسیر مفهوم قدیمی بی‌طرفی بهره ببرند. این مفهوم در درازنای دوره لایشگرایی مدرسه ها در سالهای 1880 تا 1900 به کار گرفته شد. عبارت بهره جویی از باز تفسیر مفهوم قدیمی که گی آرشه از قول باربیه نقل میکنه جز این نیست که معنای قدیمی و اولیه لایسیته دلالت بر بی‌تفاوتی داشت و بعدها وقتی توی سال 1905 به قانون بدل شد معنای اولیه اون به لایسیته جدایی تغییر پیدا کرد. ماهیت بی‌طرفی لایسیته رو میتونیم هم از قول بنیانگذاران لایسیته دریافت بکنیم و هم از فرایند آغازین لایزاسیون. فرایند لایزاسیون ابتدا از مدارس شروع شد با این هدف که ماهیت علم نسبت به جهانبینی ها و ایدئولوژی های مختلف بی‌طرفه. مدرسه ها نمیتونن طرفه از ایده های مختلف ببندند. در نتیجه مدرسه باید از ایده خالی و نسبت به تمام ایده ها و به ویژه ایده های دینی بی‌طرف باشه. همچنین اگر به عبارتی از ژول فری توجه کنید در میابیم که چطور ایشون به عنوان یک طرفدار پروتستانتیسم با درکی که از بی‌طرفی ارائه میده به عنوان یکی از بنیانگذاران مدرسه لایسیته پا به میدان میذاره. یعنی یکی از بنیانگذاران لایسیته یکی از طرفدارای سرسخت پروتستانتیسم بود. حالا ژول فری چی میگه؟ میگه هنگامی که به شاگردانتان قاعده رفتاری یا اندرزی میآموزید نخست از خود بپرسید آیا تا اون جایی که میدونید انسان شرافتمندی هست که از گفته های شما برنجد؟ از خود بپرسید آیا ممکنه یک پدر خانواده، میگویم حتی یک تن، با فرض حضور در کلاس شما از روی حسن نیت از تصدیق اونچه که میشنود سر باز بزند؟ اگر چنانچه پاسخ مثبت داد از گفتن آن خودداری کنید. این کلام و سخن ژول فریه. توجه کنید دوستان، لایسیته بی‌طرفی سالهای بعد خیلی هم بی‌طرف نموند، بلکه با لایسیته همکاری با دستگاه کلیسا روی آورد. گی آرشه در فصلی با عنوان لایسیته نوین نمونه هایی از این همکاری رو که شامل قانون رژیس دبره میشه در کتاب خودش شرح میده. لایسیته جدایی مربوط به سالهای 1905 تا 1912 است. از اون زمان تا کنون اشکال مختلفی از لایسیته
از بی‌تفاوتی تا همکاری به عرصه عمل در اومدن. شیدان وثیق در کتاب لایسیته تنها در بخشی که به مسئله حجاب اسلامی در مدارس فرانسه مربوط میشه اشاره به لایسیته بی‌طرفی داره. گویی این که از نظر ایشون جوهره لایسیته چیزی جز جدایی و تفکیک دین از دولت نیست. سایر روشنفکرهای سکولار و لایک ایرانی هم بنا به واکنش هایی که نسبت به حاکمیت دین دارن لازم میبینن تا بدون توجه به جوهر واقعی لایسیته و بدون توجه به تجارب کشورهای لایک فرایند لایزاسیون رو تو این کشورها تنها به وجه جدایی و لایسیته جدایی تاکید کنن. گویی این که بدون جدای دین از دولت یا حکومت امر لایسیته توی چرخدنده های فرهنگ گیر میکنه یا توی چرخدنده های سیاست گیر میکنه. شیدان وثیق دو تعریف سلبی و اثباتی از لایسیته ارائه میده. توی تعریف سلبی میاد بنیاد دینی رو از دولت جدا میکنه. همچنین میگه تفکیک حکومت از ایدئولوژی ها از جمله تعاریف لایسیته نیست. یک حکومت لایک میتونه ایدئولوژیک باشه، میتونه ایدئولوژیک نباشه. این حرف شیدان وثیقه. این جمله رو هم از ایشون نقل میکنم که میگه واقعیت اینه که دولت حتی اگر لایک باشه ما فکر میکنیم باید از هر گونه نظر خالی باشه، در نتیجه باید از هر گونه ایدئولوژی خالی باشه. بعد میپرسه، آقای شیدان وثیق میپرسه و درست هم میپرسه، آیا دولت‌های کنونی غربی لیبرالیستی نیستند؟ همینطور شیدان وثیق اضافه میکنه که لایسیته با دموکراسی برابر نیست، یعنی این همان نیستن، یکسان نیستن دموکراسی با لایسیته. از نظر اون یک حکومت لایک میتونه دموکراتیک باشه، میتونه دیکتاتوری باشه و یا توتالیتر. حالا من این نظر دومی شیدان وثیق رو نمیپذیرم. به نظر من شیدان وثیق وقتی که دو وجه سلبی حکومت لایک رو بیان میکنه از این واقعیت غفلت میکنه که بیان این دو وجه حاوی تناقضات بسیاریه. از جمله این که اولا بنیانگذاران لایسیته یا باید بگن که هدف اونها از جدایی دین و دولت تنها از این روه که دین رو مانع پیشرفت، مانع آزادی ها و مانع تحقق حقوق انسان می شمردند و یا نه تنها به دلیل دشمنی با دین و کلیسا مبادرت به چنین اقدامی کردند. اگر دومی باشه یعنی به دلیل دشمنی با دین و کلیسا، پس لایسیته لاجرم با هدف دیکتاتوری بنیانگذاری شده. چرا؟ به این دلیل که دشمنی آغاز دیکتاتوریه. لذا تفکیک دیکتاتوری از لایسیته بی‌وجهه. و اگه به دلایل اولی باشه یعنی به این دلیل که دین رو مانع تحقق آزادی ها میشمردن، خب لایسیته با دیکتاتوری فاصله پیدا میکنه، چون در هر حال معتقدن دین مانع تحقق آزادی ها میشه و این هیچ عیبی نداره. بالاخره بعضیا معتقدن که دین مانع تحقق آزادی ها میشه و این مغایرتی با تعبیر دموکراتیک از لایسیته نداره. چنانچه اصول اول و دوم لایسیته 1905 و بخصوص ماده 13 پیشنهادی برای قانون اساسی در سال 1946 گویای همین حقیقته که لایسیته با
هدف تضمین آزادی ها و حقوق جامعه تأمین شده. پس لایسیته با هدف تأمین آزادی ها و بست دموکراسی ایجاد شده. در نتیجه تفکیک لایسیته از دموکراسی برخلاف نظر شیدان وثیق بیوجهه. دومی که در لایسیته جدایی اگر مراد از لایسیته تنها تفکیک بنیاد حکومت از بنیاد دین باشه، تفکیکی بر اصل تبعیضه و ضد دموکراسیه. چرا؟ چون شهروندان دیندار حق دارن بپرسن که چرا مردم و آیین اونها از حکومت و ساختار سیاسی تفکیک میشه، اما سایر مرام‌ها و آیین‌ها از اون تفکیک نمیشه. یعنی شما همه احزاب، همه دستجات، همه مرام‌ها، همه ایدئولوژی‌ها، آیین‌ها، اینا میتونن و مجازن که بیان در ساختار سیاسی، در قدرت سیاسی، در حکومت مشارکت داشته باشن، اما دیندارا شما برید توی خونه هاتون بشینید. این خلاف دموکراسیه و این تبعیض آشکاره. البته من پیشتر عرض کردم که ترجیح هم اینه که دیندارا در سیاست باشن ولی دست پای خودشون از قدرت سیاسی بکشن کنار. یعنی در قانون دیده نشه که دینداران نمیتوانند مشارکت کنند در قدرت سیاسی، ولی خود دیندارا بنا به ترجیحی که من عرض کردم در قدرت سیاسی وارد نشوند. اما اگر قانونی تنظیم بکنیم که همه مرام‌ها و آیین‌ها آزادن که بیان مشارکت بکنن در قدرت سیاسی، اما دینداران مشارکت نداشته باشن، این نابرابری و تبعیضه و لاجرم دفاع از یک نوع دیکتاتوریه. خاصه این که بسیاری از دیندارا قرائت دموکراتیک میتونن از دین داشته باشن. حالا اونایی هم که قرائت دموکراتیک دارن، نه اینکه به این دلیل بیان مشارکت بکنن در قدرت سیاسی، نه، قانون نباید راه اونا رو ببنده، ولی ترجیحاً برن تو حوزه سیاست، تو حوزه فعالیت‌های مدنی، کنشگری مسئولیتمندی انسان در برابر قدرت سیاسی، نه اینکه بیان مسئولیت قدرت سیاسی به عهده بگیرن خودشون. حالا اینایی که من عرض میکنم ترجیحات خود منه. سوم این که یکسان شمردن ایدئولوژی با دیکتاتوری بی‌وجهه، اینجوری که آقای شیدان وثیق میگه. چرا؟ چون ایدئولوژی‌ها میتونن بر اصول آزادی و حقوق انسان شکل بگیرن، اما یک حکومت ایدئولوژیک حتما دیکتاتوریه. ببین تفاوت میکنه. چرا؟ چون آمیزش ایدئولوژی و دولت برخلاف اصل بی‌طرفی دولت و ساختار نظام سیاسیه نسبت به حقوق همه افراد جامعه. حالا تا اینجا بحث رو خاتمه میدم. در ادامه بحث توی جلسه بعد به تعریفی از لایسیته میپردازم که نظر این دوست شماست. البته همونطور که عرض کردم این نظر برگرفته از ریشه های تاریخی مفهوم لایسیته است و بحث لایسیته رو در جلسه بعد خاتمه میدم. امیدوارم که تا اینجا مورد توجه دوستان قرار بگیره و تا جلسه بعد خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار. که تو